با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما متعلمین عزیز. با درس شیرین کیمیا در خدمت شما می باشیم. شروع می کنیم جلسه امروز را با معرفی ساختار لوئیس که در ابتدای جلسه می خواهیم که کار خانگی مربوط به جلسه قبل را با یکدیگر انجام دهیم. سپس انواع مرکبات معرفی می کنیم، قواعد رسم ساختار لوئیس و طول رابطه را برای شما بیان می کنیم. در ابتدا مسائل مربوط به کار خانگی. دوستان جلسه پیش ما برای شما مرکبات آیونی را معرفی کردیم و گفتیم که یک مرکب آیونی چگونه ایجاد میشه. به عنوان کار خانگی از شما خواستیم که نام چند مرکب آیونی را برای ما نوشته کنین. خب دوستان مگنیزیم در واقع زمانی که تبدیل به آیون میشه چی باری پیدا میکنه؟ درست است، مگنیزیم دو چارج مثبت پیدا میکنه و زمانی که در کنار فلورین با چارج منفی یک قرار میگیره گفتیم اول نام کاتیون سپس نام انیون را نوشته میکنیم و گفتیم که چارج برقی کاتیون را در زیر انیون و چارج انیون رو در زیر کاتیون نوشته میکنیم و گفتیم که از نوشتن اعداد یک خودداری میکنیم. خب دوستان نام این ترکیب چی میشه؟ درست است، مگنیزیم فلوراید. خب ترکیب بعدی پتاسیم و به همراه اکسیژن ترکیب میشه. پتاسیم در تعاملات کیمیایی چه چارجی پیدا میکنه؟ درست است، یک مثبت و اکسیژن در تعاملات کیمیایی دو چارج منفی پیدا میکنه. پس دوباره اول نام کاتیون سپس نام انیون نوشته میشه و چارج انیون در زیر کاتیون رو نوشته میکنیم. خب دوستان نام این ترکیب چیست؟ نام این مرکب چیست؟ درست است، پتاسیم اکساید. پتاسیم اکساید. همینطور سدیم چارج مثبت یک پیدا میکنه. اکسیژن مثل همیشه چارج منفی دو پیدا میکنه. اول نام کاتیون سپس نام انیون را نوشته میکنیم و چارج انیون را در زیر کاتیون نوشته میکنیم. چی خوانده میشه دوستان؟ درست است، سدیم اکساید. آلومینیوم در کنار کلورین قرار میگیره. آلومینیوم در تعاملات کیمیایی چه چارجی پیدا میکنه؟ درست است، 3 مثبت. در کنار کلورین با چارج منفی قرار میگیره و در نتیجه ای اول نام کاتیون سپس نام انیون را نوشته میکنیم و چارج برقی کاتیون را در زیر انیون نوشته میکنیم. چی خوانده میشه؟ درست است، آلومینیوم کلوراید. آلومینیوم کلوراید. دوباره آلومینیوم در تعاملات کیمیایی 3 چارج مثبت پیدا میکنه. اکسیژن 2 چارج منفی پیدا میکنه. اول نام کاتیون سپس نام انیون را نوشته میکنیم. چارج کاتیون در زیر انیون و چارج انیون در زیر کاتیون نوشته میشه. خب دوستان نام این مرکب چیست؟ درست است، آلومینیوم اکساید. آلومینیوم اکساید. کلسیم در تعاملات کیمیایی 2 چارج مثبت پیدا میکنه و برومین 1 چارج منفی پیدا میکنه. پس اول نام کاتیون سپس نام انیون را نوشته میکنیم و چارج کاتیون رو در زیر انیون قرار میدهیم. دوستان این را چی بخوانیم؟ درست است، کلسیم بروماید. کلسیم بروماید. دوستان تمامی مواد در جهان هستی میتونه که در واقع شامل 3 نوع مرکب باشه.
یعنی یکی از این سه نوع میتونه باشه. اولین مرکب مرکبات آیونی هست. مرکبات آیونی همواره از اتصال اتم‌های فلز و نافلز ایجاد میشه. یعنی زمانی که اتم‌های فلز و نافلز در کنار هم قرار میگیره، فلزها با باختن الکترون به نافلز رابطه ایجاد کرده و مرکبات آیونی را ایجاد میکنن. دوم مرکبات مولکولی. مرکبات مولکولی هنگامی ایجاد میشه که دو اتم نافلز در کنار یکدیگر قرار بگیرن و از اتصال اتم‌های نافلز به یکدیگر مرکبات مولکولی را ایجاد میکنیم. و سوم مرکبات فلزی. دوستان مرکبات فلزی منظور همان فلزها می باشه. هر فلزی که شما میشناسید، آهن، آلومینیوم، نقره، مس، پلاتین. پس مرکبات فلزی در واقع همه آنها فلز می باشه. خب میخوایم نام چند مرکب مولکولی که بسیار مشهور و پرکاربرد هستند و ما امروز قصد داریم که در رابطه با برخی از آنها ساختار لوئیس رسم کنیم. قبل از رسم ساختار برای شما معرفی کنیم. اولی هست میتان. دوستان میتان در واقع سمبول آن CH4 است. یعنی چی؟ یعنی مولکول میتان از یک اتم کربن و 4 اتم هیدروژن ایجاد میشه. پس یک مولکول میتان از دو نوع عنصر ایجاد میشه، کربن، هیدروژن. اما چند کربن داره، چند هیدروژن داره؟ یک کربن داره، 4 هیدروژن داره. این رو حفظ کنید. دوم گاز اکسیژن. گاز اکسیژن در واقع با فرمول کیمیایی O2 یعنی چی؟ یعنی از اتصال دو اتم اکسیژن به هم ساخته شدن. دوستان اگر شما دقت کنید، چون میگوییم مرکبات مولکولی، پس اینها از اتصال اتم نافلزها ایجاد میشه و اگر شما در واقع فرمول های کیمیایی که ما آوردیم دقت کنید، همه آنها نافلزن. کربن نافلز در کنار هیدروژن نافلز، دو اتم اکسیژن هر دو نافلز. یا گاز نیتروژن از اتصال دو اتم نیتروژن ایجاد میشه که هر دو نافلزه. پس هر زمان که به شما میگوییم گاز نیتروژن، منظور ما چیست؟ N2. هر زمان که میگوییم گاز اکسیژن، O2. و هر زمان که میگوییم میتان، شما چی میگویید؟ CH4. خب ترکیب کیمیایی بعدی آمونیا. آمونیا با فرمول کیمیایی NH3. دوستان آمونیا از چند نوع عنصر ساخته میشه؟ درسته، دو نوع عنصر. نام ببرید: نیتروژن و هیدروژن. چند نیتروژن دارد؟ چند؟ یک نیتروژن. و چند هیدروژن دارد؟ 3 هیدروژن. خوب است. فرمول کیمیایی آب H2O. این نشان میده که مولکول آب از 2 اتم هیدروژن و 1 اتم اکسیژن ساخته میشه. کربن مونوکساید که 1 اتم کربن داره و 1 اتم اکسیژن داره. ترکیب کیمیایی بعدی کربن دای اکساید. کربن دای اکساید از 1 اتم کربن و 2 اتم اکسیژن ایجاد میشه. خب دوستان اینها را روی کاغذ نوشته میکنین و سعی میکنین که با نوشتن نام فارسی فرمول کیمیایی آن را نوشته کنید تا زمانی که بتوانید به دقت کامل و بدون اشتباه همه را نوشته کنید. خب ادامه درس. رابطه های کووالنسی چیست؟ دوستان زمانی که اتم نافلز در کنار اتم نافلز قرار میگیره، نافلز ها تمایل به گرفتن الکترون داره. منتها این دو نافلز به یکدیگر الکترون نمیدین، چون هر کدام الکترون برای خود میخواهند. در نتیجه این دو نافلز با یکدیگر دوست شده و به این تصمیم میرسن که نه تو الکترون بده و نه من الکترون میدم، با یکدیگر اشتراکی استفاده کنیم، شریکی استفاده کنیم، که ما به این نوع رابطه های کووالنسی یا رابطه های اشتراکی میگوییم. پس رابطه های اشتراکی چه زمان ایجاد میشه؟ زمانی که دو نافلز، دو عنصر که هر دو تمایل به جذب الکترون داره، کنار هم قرار میگیره و اینها در واقع با شراکت گذاشتن الکترون ها، با دوست شدن در واقع الکترون های خود به اشتراک میگذارن. خب در این حالت
و بعد از استفاده شراکتی عناصر به ساختمان گازات نجیبه میرسن، یعنی یا در واقع به اکتت میرسن و یا مدار آخر خود با 2 الکترون مشبوع میکنن که در هر دو حالت این برای عناصر مایه خوشحالی است. ما رابطه ها را با یک خط تیره بین دو عنصر نشان میدیم و در واقع هر خط تیره نماد یک جوره الکترونه. یک جوره الکترون. چرا یک جوره؟ چون هر عنصر یک تاق الکترون یک تاق وسط میگذارن و این یک رابطه را ایجاد میکنه و هر رابطه نماد یک جوره الکترون است. خب قواعد رسم ساختار لوئیس. زمانی که به ما یک مرکب مولکولی داده میشه، ما باید بتونیم که برای او ساختار لوئیس رسم کنیم و بتونیم که رابطه ها را نشان بدیم. برای رسم ساختار لوئیس چند مرحله داریم و من از شما خواهش میکنم که قبل از اینکه من شروع به کار کنم و بخوایم برای اولین مرکب ساختمان لوئیس را رسم کنم، شما ویدیو را استاپ میکنین، قواعد را چند بار از اول تا آخر میخوانید، حفظ میکنید و سپس ویدیو را دوباره پلی کرده و اولین مثال قدمه حل میکنین. خب شماره 1، اول تعداد کل الکترون های ولانسی مرکب مولکولی را شماره میکنیم. نگاه میکنیم مرکب مولکولی از چه عنصرهایی ساخته شده و هر کدام در قشر ولانس چند الکترون داره. همه را با هم جمع میکنیم. شماره 2، یکی از اتم ها را به عنوان اتم مرکزی و وسط میخوایم قرار دهیم. منتها نکته ای که داره این هست که معمولا اتمی را به عنوان اتم مرکزی انتخاب میکنیم که تعداد او در مرکب از بقیه کمتر باشه. خب اگر 2 یا چند اتم کمتر بود و با هم برابر بود، ما اتمی را به عنوان اتم مرکزی انتخاب میکنیم که الکترونگاتیویتی کمتری داشته باشه. پس در درجه اول اتمی که از بقیه کمتر باشه مرکز هست و اگر 2 یا چند اتم تعدادشان کم بود، اتمی که الکترونگاتیویتی کمتری داشته باشه به عنوان اتم مرکزی انتخاب میشه. سپس اتم مرکزی را وسط قرار می دهیم و اتم های دیگر با یک خط به اتم مرکزی متصل میکنیم، وصل میکنیم. در ادامه نگاه میکنیم چند خط رسم کرده ایم. هر خط نماد یک جوره الکترون است. تعداد جوره ها را می شماریم و از تعداد الکترون های ولانسی که اول حساب کرده بودیم کم میکنیم. در ادامه الکترون هایی که در واقع جواب می باشه الکترون های غیر رابطه ایه. غیر رابطه ای ها را به اتم های اطراف اتم مرکزی تقسیم می کنیم و اگر که اضافه کرد به اتم مرکزی هم می دهیم. دوستان نگران نباشید، تشویش نکنید، مثال زیاد حل می کنیم و شما همه را یاد می گیرید. پس تا فعلا ویدیو را تا این لحظه چند بار نگاه میکنید، این قواعد مرحله به مرحله حفظ میکنید تا اولین مثال با یکدیگر حل کنیم. خب مثال میخواهیم که ساختار لوئیس Cl2 را رسم کنیم. Cl2 یک مرکب مولکولی هست و در مرحله اول حساب میکنیم خود Cl2 در قشر ولانس خود مجموعاً چند الکترون داره. دوستان Cl در گروپ چندم قرار می گرفت؟ در گروپ 7. یعنی هر اتم کلورین در قشر آخر خود در قشر ولانس چند الکترون داره؟ 7 الکترون. و ما چند اتم کلورین داریم؟ 2 اتم کلورین. پس دوستان دقت کنید، در درجه اول تعداد کل الکترون های ولانسی را حساب میکنیم. تعداد کل الکترون های ولانسی. برای گاز کلورین 2 اتم کلور داریم که هر کدوم در قشر ولانس خود 7 الکترون داره. پس 2 7 چقدر میشه؟ 14. پس در واقع Cl2 14 الکترون در قشر ولانس خود الکترون داره. سپس Cl را با سمبل کیمیایی نوشته میکنیم و ای را به Cl دیگه با یک خط یا یک رابطه وصل میکنیم. دوستان چند رابطه میبینید؟
یک رابطه چند الکترون مصرف میکنه؟ یک جوره یا دو دانه. پس بیاییم 14 را منفی 2 کنیم، چقدر میمانه؟ درست است 12. این 12 چی هست؟ این تعداد جوره های الکترون غیر رابطه ای هست. غیر رابطه ای. دوستان در واقع ما جوره های غیر رابطه ای را در درجه اول بین اتم های اطراف مرکزی تقسیم میکنیم و اگر اضافه کرد به مرکزی هم میدهیم، ولی خب ما در اینجا مرکزی نداریم، پس همین 12 تا را بین همین دو نفر تقسیم میکنیم. دوستان عناصر بسیار دوست دارن که به ساختمان گازات نجیبه برسن، یعنی در قشر و ولانس خود 8 الکترون داشته باشن. پس در واقع به طور مساوی تقسیم میکنیم و به هر اتم کلورین 6 الکترون هدیه میکنیم. دوستان هر نقطه سمبول یک الکترونه. هر نقطه سمبول یک الکترونه. حال بیاید شماره کنیم که هر اتم کلورین در حال حاضر در قشر ولانس خود چند الکترون داره. خب دوستان شما اتم کلورین سمت راست نگاه کنید، 2 الکترون در بالا داره، 2 با جمع 2 میشه 4، جمع 2 میشه 6 و جمع ای 2 میشه 8 و خوشحال میشه، خوشبخت میشه، به ساختمان اکتید گازات نجیبه رسیده. شاید از خود پرسان کنید که این جوره مال کی هسته؟ مال کلورین سمت راسته یا کلورین سمت چپه؟ پاسخ یک شراکتیه، هم مال کلورین سمت راست و هم مال کلورین سمت چپه. در واقع مال هر دوتا می باشه. برای کلورین سمت چپ شماره کنیم 2 4 6 8. پس کلورین سمت چپ هم الان 8 الکترون در قشر ولانس خود داره و این هم به خوشبختی رسیده و این در واقع ساختمان لوئیس گاز کلور می باشه. خب مثال بعد دوستان CH4 فرمول کیمیایی کدام مرکب مولکولی بود؟ نامش چی بود؟ میتان. آفرین، میتان از یک اتم کربن و 4 اتم هیدروژن ایجاد شده. اول حساب میکنیم که در قشر ولانس خود تماما چند الکترون داره. یک اتم کربن داریم که یک اتم کربن در قشر ولانس خود 4 الکترون داره. این را جمع میکنیم با 4 اتم هیدروژن داریم که هر اتم هیدروژن در قشر ولانس خود چند الکترون داره؟ آفرین، 1 الکترون داره. پس 4 اتم هیدروژن که هر کدام در قشر ولانس 1 الکترون داره. حساب میکنیم که جواب چی میشه؟ 1 در 4 ضرب شود 4 میشه، 4 یکی هم 4 میشه، 4 جمع 4 8 الکترون میشه. پس میتان 8 الکترون در قشر ولانس خود داره. تعداد اتم کربن از بقیه کمتر است. کربن را وسط قرار میدهیم و 4 سمت آن چپ راست بالا پایین 4 اتم هیدروژن، چون 4 اتم هیدروژن داره، قرار میدهیم. اتم مرکزی را به اتم های اطراف با یک رابطه وصل میکنیم. خب دوستان نوبت چی هست؟ نوبت حساب کردن الکترون هایی هست که در رابطه ها مصرف شده. چند رابطه میبینید؟ 1 2 3 4. خب دوستان 4 رابطه یعنی چند الکترون؟ یعنی 8 الکترون. خیلی خوب است. خب حال میخواهیم تعداد الکترون های غیر رابطه‌ای را حساب کنیم. غیر رابطه‌ای چیکار کنیم؟ الکترون های ولانسی کل که 8 بود منهای الکترون هایی که در رابطه ها مصرف شد که او هم 8 بود، جواب چقدر میشه؟ 0. پس 8 منفی 8 0 میشه. یعنی هیچ الکترون غیر رابطه‌ای نداریم و همین شکل آخری میتان است. دوستان این شکل
متان هم برای شما آوردم. اتم کربن وسط قرار میگیره و 4 طرف آن 4 اتم هیدروژن به اون متصل میشه. ماده بعدی NH3. دوستان NH3 فرمول کیمیایی کدام مرکب بود؟ امونیا. خیلی خوب است، امونیا. خب امونیا از 1 اتم نیتروژن و 3 اتم هیدروژن ایجاد میشه. اتم نیتروژن در قشر ولانس خود چند الکترون داره؟ پس اول تعداد کل الکترون های ولانسی را میخواییم حساب کنیم. اتم نیتروژن در قشر ولانس خود 5 الکترون داره، جمع میشه با 3 اتم هیدروژن که هر کدام در قشر ولانس خود 1 الکترون داره. جمع میکنیم چند الکترون میشه؟ 8 الکترون. چون نیتروژن از بقیه کمتر هست، نیتروژن را در وسط قرار میدهیم و 3 طرف آن هیدروژن قرار میدهیم. نیتروژن را به هیدروژن با رابطه هایی وصل میکنیم. حال نگاه میکنیم چند الکترون در رابطه ها مصرف شده. دوستان چند رابطه میبینید؟ 3 رابطه. هر رابطه چند الکترون مصرف کرده؟ 2 الکترون. پس 6 الکترون در رابطه ها مصرف شده. پس تعداد الکترون های غیر رابطه ای رو میخواهیم حساب کنیم. کل الکترون ها 8 الکترون هست که این منفی 6 الکترون که در رابطه ها مصرف شده چقدر میمانه دوستان؟ 2 الکترون. اما دوستان 2 الکترون را آیا میتونیم به هیدروژن های اطراف نیتروژن بدیم؟ نه. چرا نه؟ چون هیدروژن در واقع 1 الکترون بیشتر نداره و اگر خیلی خوشحال شوه به ساختمان هلیوم میرسه و نهایتاً با 2 الکترون مشبوع میشه که در حال حاضر هیدروژن با 2 الکترون مشبوع شده. پس این 2 الکترون غیر رابطه ای را به اتم نیتروژن تحفه میدیم و به این طریق همه در واقع اکتت میشن و قشر ولانس خود با 8 الکترون یا 2 الکترون مشبوع میکنن. اتم های هیدروژن با داشتن 2 الکترون به ساختمان در واقع مولکولی به ساختمان الکترونی هلیوم میرسه و اتم نیتروژن با 2 4 6 8 الکترون به ساختمان الکترونی گازات نجیبه میرسه و هر هیدروژنی که در اطراف نیتروژن میبینید در حال حاضر صاحب 2 الکترون بوده و به ساختمان الکترونی گاز هلیوم میرسه. خب این هم شکل امونیا. اتم وسط نیتروژن میباشه و این اتم های اطراف هیدروژن میباشه که با 3 رابطه به نیتروژن متصل شده. فرمول کیمیایی بعدی H2O هست. دوستان H2O فرمول کیمیایی کدام مرکب بود؟ درست است، فرمول کیمیایی آب هستش. دوستان برای رسم ساختار لوئیس این ماده اتم اکسیژن را باید در وسط قرار دهیم، هم به لحاظ اینکه تعداد او کمتر است و هم اینکه اتم هیدروژن هیچگاه نمیتونه وسط یا مرکز باشه. چرا؟ چون هیدروژن در قشر ولانس خود 1 الکترون داره، 1 طاقه داره که با همون 1 طاقه رابطه ایجاد میکنه، یعنی از 1 سمت بیشتر نمیتونه که رابطه ایجاد کنه. ما اتمی را به عنوان اتم مرکز انتخاب میکنیم که بتونه از طرفها از جهتهای بیشتر رابطه برقرار کنه. پس بنابراین اکسیژن رو وسط باید قرار دهیم. اول الکترون های ولانسی رو حساب میکنیم. 2 اتم هیدروژن داریم، هر کدوم 1 الکترون در قشر ولانس خود داره. 1 اتم اکسیژن داریم که 6 الکترون در قشر ولانس خود داره. جمعاً چقدر میشه دوستان؟ 8 الکترون. او را وسط قرار میدهیم، با 2 رابطه به هیدروژن ها متصل میکنیم. دوستان چند رابطه داریم؟ 2 رابطه. 8 الکترون را منهای 4 کنیم، منفی 4 کنیم، 4 الکترون میمانه که این 4 الکترون تعداد چیسته؟ درسته، تعداد الکترون های غیر
رابطه ای هست. دوستان آیا میتونیم این 4 تا را به هیدروژن ها بدهیم؟ نه. چرا نه؟ چون هیدروژن به ساختمان الکترونی هلیوم باید برسه و باید صاحب 2 الکترون شوه که شده، پس نیازی نداره. پس به کی بدهیم؟ با اکسیژن میدهیم. 2 بالا 2 هم پایین. حال دوستان اتم اکسیژن صاحب چند الکترون شده؟ صاحب 2 4 6 8. پس اتم اکسیژن به ساختمان الکترونی گازات نجیبه رسیده. این هم شکل مولکول اکسیژن. دوستان این به رنگ سرخ اتم اکسیژن می باشه که با 2 رابطه به اتم های هیدروژن متصل شده. ماده بعدی هست کربن دی اکساید. خب دوستان میخواهیم برای کربن دی اکساید ساختمان لوئیس رسم کنیم. اول حساب میکنیم که در قشر ولانس خود چند الکترون داره. پس در درجه اول تعداد کل الکترون های ولانسی را حساب میکنیم. یک اتم کربن داریم که در قشر ولانس خود 4 الکترون دارد، جمع 2 اتم اکسیژن داریم که هر کدام در قشر ولانس خود 6 الکترون دارد. 2 ضرب در 6 12 میشه، 1 4 4 و جمع 12 و 4 16 الکترون میشه. کربن را در وسط قرار می دهیم، 2 سمت آن اتم های اکسیژن را می نویسیم، رابطه ها را برقرار می کنیم. سپس چیکار می کنیم؟ 16 الکترون کل را منهای چند الکترون کنیم دوستان؟ چند الکترون در رابطه ها مصرف شده؟ 4 الکترون. چرا 4؟ چون 2 رابطه هست، هر رابطه 2 الکترون مصرف کرده. پس 16 منفی 4 میشه، چقدر میمانه دوستان؟ درسته 12 الکترون. این 12 الکترون چیست؟ تعداد کل الکترون های غیر رابطه ای. دوستان الکترون های غیر رابطه ای را باید بین اتم های مجاور یا همسایه ها تقسیم کنیم. برای اینکه بی‌انصافی نباشه و ما در واقع عدالت اجرا کرده باشیم، چون هر 2 اتم مجاور مثل هم هست، به تعداد مساوی بینشون تقسیم میکنیم. پس 6 الکترون به یک اکسیژن میدهیم و 6 الکترون به اکسیژن دیگر میدهیم. ولی دوستان کربن که در وسط قرار گرفته هنوز اکتید نشده. چرا؟ چون 2 الکترون در اینجا داره، 2 الکترون در اینجا و الان فقط صاحب 4 الکترونه. چقدر کم داره؟ درست است، 4 تا دیگه کم داره. اکسیژن سمت راست فداکاری میکنه، یک جوری خود در واقع میده و یک رابطه دیگه با کربن برقرار میکنه. اکسیژن سمت چپ هم از او یاد میگیره، یک جوری خود هدیه میکنه به کربن و در واقع بین خودشون پیوندهای یا رابطه های دوگانه ایجاد میکنه. پس کربن با رابطه های دوگانه به اتم های اکسیژن اطراف خود متصل میشه و در همین الان هر اتم در قشر ولانس خود 8 الکترون داره. شماره کنیم. اکسیژن سمت راست 2 4 6 8 الکترون داره و اکتید شد. کربن 2 4 6 8 اکتید شد. اکسیژن سمت چپ 2 4 6 8 این هم اکتید شد. این هم ساختمان شکل مولکول کربن دی اکساید که شما کربن در وسط میبینین که از طریق رابطه های دوگانه به اتم های اکسیژن متصل شده. دوستان به عنوان کار خانگی رسم ساختار لوئیس اودو CO3 با 2 چارج منفی و این اودو با 1 چارج منفی و این دو را به شما می سپارم. دوستان یک توضیح قبل از رسم اینها برای شما بدیم. شما هنگامی که میخواهید برای CO3 با 2 چارج منفی ساختمان لوئیس رسم کنید، ابتدا الکترون های کل ولانسی کربن را با 3 اتم اکسیژن جمع میکنید. پس در ابتدا تعداد کل الکترون های ولانسی کربن را با 3 اتم اکسیژن جمع میکنید. منتها این مرکب 2 چارج منفی داره. دوستان 2 چارج منفی داره یعنی شما به کل الکترون های ولانسی خود 2 الکترون دیگه اضافه کنید.
یک کمش برای شما حل کنم تا برای شما زیاد سخت نباشد. پس تعداد کل الکترون های ولانسی را میخوایم شماره کنیم. یک کربن داریم که کربن در قشر ولانس خود 4 الکترون داره. 3 اتم اکسیژن داریم که هر کدام در قشر ولانس خود 6 الکترون داره. از طرفی این مرکب 2 چارج منفی داره، یعنی ما باید 2 الکترون دیگه به آن اضافه کنیم و حساب میکنیم که در نهایت برای ما چند الکترون میشه. 3 ضرب در 6 18 الکترون، 4 میشه چقدر دوستان؟ 24 الکترون. سپس دوستان کربن وسط قرار میدهید، 3 طرف اکسیژن نصب میکنید، رابطه ها رو برقرار میکنید تا که انشاءالله جلسه بعد با یکدیگر اینها رو کامل کنیم. این O2 و این 2 به عنوان کار خانگی به عهده شما. دوستان روابط کووالنسی را میتونیم مثل یک فنر تصور کنیم. چرا؟ چون زمانی که 2 اتم نافلز به یکدیگر نزدیک میشن، هسته های هر اتم نافلز الکترون های اتم نافلز دیگر را به سمت خود جذب میکنن و همین امر موجب میشه که اینها به هم نزدیک شود. منتها زمانی که به هم نزدیک میشه، رابطه های بین آنها ایجاد میشه و از طریق به اشتراک گذاشتن الکترون به یکدیگر متصل میشه. دوستان نکته‌ای که هست این هست که هسته های این 2 اتم نمیتونه به هم خیلی نزدیک یا از هم بسیار دور شود. در واقع فاصله بین 2 هسته به مانند یک فنر میمونه که ما فنر را نمیتونیم از حال تعادل خود خارج کنیم. اگر فنر را بکشیم، فنر دوباره جمع میشه. اگر فنر را بسیار فشرده کنیم، دوباره خودش باز میشه. رابطه های کووالنسی یا در واقع فاصله بین هسته های اتم هم به مانند یک فنر میمونه که نمیشه هسته ها را خیلی به هم نزدیک یا از هم بسیار دور کنیم، چون قوه های جاذبه و دافعه‌ای که بین آنها وجود داره اینها را پس در جای اول خود قرار میدیم. پس نتیجه چیست؟ نتیجه این هست که قوه دافعه هسته طوری هست که اجازه نمیده که هسته ها بسیار به هم نزدیک شود و همیشه هسته ها در یک فاصله معین که ما به اون فاصله تعادلی میگوییم از هم قرار داره. به این شکل نگاه کنید. اگر ما هسته ها را از هم بسیار دور کنیم، جاذبه های در واقع ایجاد بین 2 عنصر اینها را به هم نزدیک میکنن و اگر بسیار فشرده کنیم، به هم نزدیک کنیم، دوباره از هم باز میشه و به فاصله اولیه خود برمیگرده. دوستان ما به این فاصله طول رابطه میگوییم. پس طول رابطه چیست؟ طول رابطه همان فاصله بین هسته های اتم ها در مرکبات کووالنسی هست که این فاصله از یک حد بیشتر نمیشه و از یک حد کمتر نمیشه. این فاصله عموما 1/10 حصه 1 نانومتر عموما به این مقدار می باشه. طول رابطه ها با تزاید رابطه ها کمتر میشه. رابطه یگانه بین 2 اتم یک فاصله داره. اگر این رابطه دوگانه شود، هسته ها به هم نزدیکتر میشه و اگر رابطه 3گانه شد، باز هم هسته ها به هم نزدیکتر میشه. پس نتیجه چیست؟ طول رابطه با انرژی رابطه عکس داره. یعنی هر چقدر که طول رابطه در واقع هر چقدر که رابطه ها یگانه باشه، این رابطه بلندتر هست. دوگانه کوتاهتر میشه و 3گانه باز کوتاهتر میشه. و از طرف انرژی رابطه ها با طول رابطه عکس داره. یعنی چی؟ هر چقدر رابطه بلندتر، انرژی رابطه کمتر و هر چقدر که رابطه کوتاهتر، یعنی دوگانه یا 3گانه، انرژی رابطه زیادتر میشه. خب پس دوستان میتونیم به راحتی نتیجه بگیریم که در واقع طول رابطه در
در واقع بین دو مولکول نیتروژن اگر سه‌گانه باشه، طول رابطه کمتر از دوگانه آن است و طول رابطه در دوگانه ها کمتر از یگانه آن است و هر چقدر هم که طول رابطه کم میشه، انرژی رابطه زیادتر میشه. بریم سراغ سوالات کنکوری. دوستان، فرمول کیمیایی آمونیا یا امونیا چیست؟ حفظ کردیم؟ درست است، NH3. بسیار عالی. کدام گزینه میشه؟ گزینه 1. سوال بعد، شکل سه‌بعدی یک جسم که انبار ذره های کتیون و انیون باشه. دوستان، ما به شما گفتیم که مرکبات آیونی چه شکلی دارن؟ اگر ویدیوی قبلی را نگاه کرده باشید، بله، گفتیم که این مرکبات شکل کریستالی دارن، به شکل بلور و کریستال می باشن. کمترین الکترون نگاتیویتی را کدام عنصر داره؟ یعنی کدام عنصر الکترون دوست نداره و تمایل به جذب الکترون نداره؟ گزینه 1 استاتین، پتاسیم، مگنیزیم و کلورین. دوستان، پتاسیم در سمت چپ جدول قرار میگیره و ما هر چقدر که به سمت راست میرفتیم الکترونگاتیویتی زیادتر میشد. پس پتاسیم که در سمت چپ قرار میگیره باید کمترین الکترونگاتیویتی را داشته باشه. خب، مرکب کربن دی اکساید از چند عنصر ساخته شده؟ دوستان، کربن دی اکساید فرمول کیمیاییش به خاطر دارید؟ CO2. چند نوع عنصر داره؟ 2 نوع عنصر. چیا هست؟ درست از کربن و اکسیژن. طول رابطه اشتراکی دوگانه نسبت به رابطه یگانه دوستان کمتر میشه یا بیشتر میشه؟ آفرین، کمتر میشه. اتم های کربن چند نوع رابطه را میتونن ایجاد کنن؟ منظور یگانه، دوگانه یا سه‌گانه هست. شاید بگویید ما هنوز مثال به اندازه کافی حل نکردیم. درست است، ولی تا جلسه آینده با حل کارهای خانگی شما مثال های بیشتری از این رابطه ها رو میبینید. در حال حاضر کربن میتونه که هر 3 نوع رابطه را ایجاد کنه. با زیاد شدن حجم اتم در جدول دورانی اون عناصر کدام کمیت ذیل زیاد میشه؟ شعاع اتم، تعداد اقشار الکترون، انرژی آیونایزیشن یا گزینه 4؟ دوستان، هر چقدر حجم اتم زیادتر میشه به این معنا هست که مدارها زیادتر میشه، چون اندازه اتم به مدار مربوط میشه، به هسته ارتباطی نداره. هسته بسیار بسیار کوچک است و حجم اتم به تعداد مدارها مربوط میشه. پس کدام گزینه میشه دوستان؟ درست است، گزینه 4. خب دوستان، تعداد الکترون های ولانس در مرکب کربن دی اکساید. دوستان، کربن دی اکساید فرمول کیمیایی CO2 داره. کربن در قشر ولانس چند الکترون داره؟ 4 الکترون. 2 اتم اکسیژن داریم که هر کدام در قشر ولانس چند الکترون داره؟ 6 الکترون. اگر جمع کنیم چقدر میشه؟ 4 جمع 2 ضرب در 6. 12 جمع 4 16. پس دوستان گزینه 3 میشه. در محدوده یک پریود الکتروپوزیتیویتی از چپ به راست چه تغییر میکنه؟ دوستان، وقتی از چپ به راست الکترونگاتیویتی زیادتر میشه، پس برعکس او الکتروپوزیتیویتی کمتر میشه. پس گزینه 1 درست میباشه. امیدوارم که درس امروز را به خوبی یاد گرفته باشید. باز هم میگویم ویدیو را چندین بار از اول تا به آخر نگاه کنید تا انشاءالله هر گونه سوالی که در ذهن شما ایجاد میشه برطرف شود. شما را به خدا میسپارم. پیروز و سربلند باشید.